الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. برادران و خواهران روزدار، در ماه رمضان به سحری خوردن اهمیت خاصه داشته باشید، چون که در آن برکت است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند سحری بخورید، چون که در سحری خوردن برکت است. روایت بخاری. در روایت مسلم نیز آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب یعنی یهود و نصارا در خوردن سحری است. روایت مسلم. فقها و مجتهدین اهل سنت می فرمایند که در رمضان سحری خوردن مستحب است و مستحب آن است که با انجام آن مستحق ثواب می شود انسان، ولی با ترک آن گناهگار نمی شود و قابل ملامت هم نیست. از همین جهت اگر کسی در ماه رمضان سحری نخیزد و چیزی نخورده از شب نیت روزه کند، اگرچه از برکت سحری محروم می شود ولی روزه اش صحیح و درست می شود. وقت سحری چطوری که فقیه ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه می فرماید حصه آخر شب است. تأخیر کردن طعام سحری تا پیش صبح دمیدن مستحب است، ولی اگر تا حد تأخیر کند که وقت سحری مشکوک شود، یعنی دیگر یقین باقی نماند که وقت سحری باقی است یا نه، در این صورت مکروه است. اگر شک دارد که صبح دمیده است یا نه، باید چیزی نخورد، ولی با وجود شک اگر چیزی بخورد روزه اش معتبر است، یعنی روزه اش را به فاسد شدن حکم کردن نمی شود تا زمانی که یقین نشود که صبح دمیده است. وقتی یقین شد که صبح دمیده است و باز هم چیزی خورد، پس در این صورت روزه اش فاسد می شود. به حواله فتاوای عالمگیری معروف به الفتاوی الهندیه. والله اعلم بالصواب.